سلام و درود داریم خدمت همه مانی باکسن عزیزمون. خیلی خوش اومدین به یک ویدیوی دیگه در چنل خودتون. عزیزان تو این ویدیو آموزشی قصد داریم که در رابطه با پارت سوم و آموزش آپدیت های کیف پول تلگرامی نیر ولت و ماین توکن هات خدمت شما دوستان آموزش بدیم. توی پارت اول و دوم آموزش نحوه 0 تا 100 فعالیت تو این کیف پول خدمت شما دوستان معرفی کردم که تقریبا یک ماه پیش میشم که داریم اینجا مشاهده میکنید. اما از قسمت فهرست‌های پخش چنل یوتیوب مانی باکس ما یه فهرست پخش جداگانه واسه این پروژه ارزشمند هات کوین ایجاد کردیم که اگه شما روش کلیک کنید میتونید پارت اول و دوم این پروژه رو ببینید و حتما هم پیشنهاد میکنم قبل اینکه بیاین پارت سوم این ویدیو رو مشاهده کنید بیاین حتما پارت اول و دومش رو مشاهده کنید تا با نحوه انجام این پروژه و فعالیت این پروژه رو یاد بگیرید و بعدا به این پارت سوم مشاهده کنید. اما تو پارت سوم که دارم براتون رکورد میکنم میخوام یک سری آموزشاتی در رابطه با آپدیت های این کیف پول رو خدمتتون معرفی کنم که بسیار ارزشمند و آینده دار هست دوستان و به هیچ عنوان این کیف پول رو از دست ندید. این هم تأکیدی هستش و حتما انجامش بدید. و تبریک میگیم خدمت دوستانی که تازه به چنل یوتیوبی مانی باکس و به جمع خانواده بزرگ مانی باکس پیوستن. خیلی خوش اومدین. امیدوارم که نهایت درآمد رو از این چنل داشته باشین و انشالله که چنل یوتیوب مانی باکس هم چیز نمونده برسه به 1000 مشترک و بتونیم خانواده بزرگ مانی باکس رو هر چقدر بیشتر گسترده‌تر و با پیشرفت بیشتر و فعالیت بیشتر ببینیم انشالله. دوستان پس پیشنهاد میکنم که اگه چنل یوتیوب مانی باکس رو سابسکرایب نکردین همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کنارش هم فعال کنین و یک حمایت کوچیک شما از ما اینه که ویدیوهای ما رو لایک و کامنت کنید و در صورت نیت دوست داشتین به دوستانتون ویدیو رو شیر کنید. ممنونیم از همگیتون. بریم سراغ آموزش. خب دوستان این ویدیو آموزشی همونطور که در اول ویدیو بهتون گفتم پارت سوم آموزش آپدیت های کیف پول نیر ولت یا همون ماین هات کوین هستش که قراره که تو این ویدیو آموزش یه سری آپدیت های خفنی که توی ربات کیف پول هات کوین ایجاد شده رو خدمت شما دوستان 0 تا 100 آموزش بدیم. پس پیشنهاد میکنم به هیچ عنوان این ویدیو رو از دست ندید و تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. در قدم اول آموزش دوستان ما توی کانال تلگرام اگه عضو نشدین حتما بیان عضو بشین. ما لینک کانال تلگرام تو هر ویدیو یعنی دیسکریپشن هر ویدیو قرار میدیم، از اون طریق میتونید بیان عضو بشین و 100% هم پیشنهاد میکنم عضو بشین چون یه سری اطلاعات مهم و ریزی که در رابطه با روشایی که ما توی کانال یوتیوب قرار میدیم و توی کانال تلگرام به صورت پست قرار میدیم و حتما بیان عضو بشین چون خیلی مهمه و اطلاعاتون در مورد اون روش بیشتر میکنه. خب ببینید دوستان در مورد هات کوین یعنی فاز جدیدش آپدیت جدیدش ما توی کانال تلگرام حالا همون موقعی که اومد آپدیتش یه پستی در مورد با اون گذاشتیم که مثلا قراره که یه سری برنامه‌های خفنی توی کیف پول هات کوین ایجاد بشه که برنامه اولش کاسه بوم بود که یک سری باکسایی رو میداد به کاربرانی که تیک طلایی داشتن، فقط کاربرانی که تیک طلایی داشتن. دوستان حالا جلوتر بهتون میگم تیک طلایی چیه و آپشنش چیه. اون باکس ها رو کاربران تیک طلایی میتونن با هات کوین هاشون خریداری کنن و تو اون باکس ها حداقل بین 10 تا 100 دلار شدن بیشتر بود. خیلی دوستان دریافت کردن. ببینید تو یک باکس از هات کوین مثلا تاش میتونید با 5 هات کوین 100 دلار کسب کنه. خیلی دوستان هم دریافت کنن که اینجا هم توضیح دادیم 20000 تا صندوقچه هستش که میتونه تو این صندوقچه یو اس تی باشه، نیر باشه و یه توکن دیگه که زیر شبکه نیر هستش رو داخل اون صندوقچه شما کسب کنیم. و در واقع اولین برنامهشون همین بود که اجرا هم شد و چون 20000 تا بود محدود بود همون لحظه تموم شد و خیلی از دوستان هم تونستن یک درآمد خیلی خوبی از این صندوقچه‌ها داشته باشن. و این پوینتر ما در واقع یک سری حالا توضیح دادیم که حداقل برای دریافت تیک طلایی با تو حسابتون یک واحد ارز نیر شارژ کنید که تو این ویدیو قصد داریم که در رابطه با همین تیک طلایی هم یه سری توضیحات رو بهتون بدیم. بریم توی ربات تا آموزش رو بدیم. خب من اون قسمت کلیک میکنم. این همون بخش جدید من همون اپ دوستانی همون برنامه هایی که دارن اجرا میکنن کمپین هایی که دارن اجرا میکنن من روش کلیک میکنم. این همون کاسه بوم بود که تموم شد دوستان. ببینید مثلا این صندوقچه قیمتش 1/10 هات کوین بود، این 1 هات کوین بود و این هم 5 هات کوین بود و خیلی دوستان در واقع بیان با این هات کویناش اینا رو خریداری کنن و تو باکس ها توکن بود، تتر بود، خود ارز نیر بود تونستن کسب کنن. یعنی تا 100 دلار هم تو یه باکس بود دوستان. خیلی دوستان دریافت کردن. به هر حال تونستن از این کمپینش استفاده کنن و درآمد کنن. اما کمپین و برنامه جدیدش که همین چند وقت پیش هم تموم شد در رابطه با پیش فروش این توکن بود که روی شبکه نیر و اتریوم هم هست و خیلی تونستن بیان تو این پیش فروش شرکت کنن و با توکن های هات کوین خودشون بیان این توکن رو خریداری کنن و تو پیش فروش شرکت کنن که حداقل بین 100 تا 200 دلار هم سود کردن. نحوه شرکت تو پیش فروش هم خیلی آسون بود. مثلا روی این قسمت کلیک می‌کردن، روی قسمت اکسپلور کلیک می‌کردن و میتونستن به ازای هر یک واحد از این توکن 1/10 توکن هات رو پرداخت کنن و خریداری کنن تا سقف 75 تا از این توکن.
و کل توکنی که در واقع توی پیش فروش عرضه میشد 500,000 تا بود و سریعا هم تموم شد و تونستن خیلی از دوستان این 500,000 تا رو دریافت کنن و یک سود بین 100 تا 200 دلار از این پیش فروش دریافت کنن. اینم نمونه سود یکی از دوستان بود که حدودا 70 تا از این توکن تونست بخره و اون موقع قیمت هر یک واحد از اون توکن $1.33 بود و در مجموع همین 70 تا شد $93 که به محض اینکه پیش فروش تموم شد توکن لیست شد تو صرافی ها و قیمتش در حال حاضر که یک هفته بعد از پیش فروش میگذره اون موقع که لیست شد $1.33 بود، الان قیمتش $2.33 یعنی $1 دیگه هم روش اومد و تونستن یک سود خیلی خفن رو یعنی بین گفتم 100 تا 200 دلار از این بابت داشته باشه. مثلا اون موقع این 70 تا توکنش $93 بود ولی الان بریم با هم حساب کنیم 70 تا توکنش الان $2.34 هر توکن قیمت داره. ببینید 160 و حدودا $4 سود کرد، یعنی با کمترین حالت تونست $164. حالا در رابطه با یعنی در مقابل این $164 چقدر هات کوین داده؟ خب این 70 تا توکن گرفته بود، تو پیش فروش هر یک توکن معادل 1/10 هات کوین یعنی 7 تا هات کوین داده $164 دریافت کرده. ببینید این ارزش هات کوین رو نشون میده. پس واسه همین میگم که هات کوین رو از دست ندین و همین الان برین تو شرکت کنین و ماینتون رو انجام بدین. الان همین پیش فروشش تموم شده. اگر رو قسمت اکسپلور کلیک کنید اینجا بای توکن زده که در واقع شما میتونید با نیرهاتون این توکن رو بخرید که خب حالا پیشنهاد نمیکنم اگر تو پیش فروش شرکت کرده باشین سود خفنی بهتون تعلق گرفته. آپدیت مهم هات کوین همین بخش اپ بود، برنامه‌ها و کمپین هاش بود که یکی کاسم بوم بود، یکی همین پیش فروش بود که در حال حاضر اینا اومدن و اجرا شدن و تموم شدن. اما اینجا مور اپ زده یعنی کامینسون، یعنی اپ های یعنی کمپین های جدید کامینسون به زودی اجرا میشه دوستان و حتما هم سعی کنید که تا موقعی که کمپین های جدید اجرا میشه بیاین هم هات کوین هاتون رو بیشتر ماین کنید و زیاد کنید و هم اینی که بیاین و تیک طلاییتون رو ببینید. من اینجا تیک طلاییتون رو دریافت کنید. حالا برای دریافت تیک طلایی باید چیکار کنید دوستان؟ حداقل نیم واحد از توکن نیر رو بیان توی کیف پولتون شارژ کنین، نیم تا یا یکی، ولی پیشنهاد میکنم یک واحد رو بیان شارژ کنین. ببینید اون موقعی که حالا یه ماه پیش که من معرفی کردم حدوداً $5 اومدم نیر گرفتم و الان نیر خودش 2 برابر شده تو قیمتش دوستان. ببینید هر یک واحد اون موقع $2 حدوداً 50 سنت بود، الان حدوداً $6 دوستان، یعنی 2 برابر خورده شده و اون $5 من $10 شده، یعنی این که کم نشده که هیچ، تازه 2 برابر شده سرمایه. پس پیشنهاد میکنم که حتما بیان این یک واحد نیرتون رو بیان توی حسابتون شارژ کنید و اگه هم نتونستین در واقع بیان شارژ کنید، چون ما توی پارت دوم آموزش دادیم، نتونستین بیان شارژ کنید میتونید به من پیام بدین و من براتون تهیه میکنم. حالا در قبالش میتونید به صورت حالا ارزهای دیگه پرداخت کنید به بنده و اینکه به هر حال میتونم یک واحد نیر رو براتون ارسال کنم تا شما بتونید تیکه طلایی رو دریافت کنید. و در رابطه با گس فی دوستان، حالا موقعی که شما این کلیم میکنید خب ازتون گس فی میخواد از این به بعد. خب اون روزهای اول بود که گس فی نمیخواد، اما الان ازتون گس فی میخواد که گفتم حتما باید بیاین و توکن نیر رو برای خودتون شارژ کنید، هم بیان تیکه طلایی رو دریافت کنید و همینی که بیاین و در واقع کلامیتون رو با موفقیت انجام بدید. با موفقیت حالا بعضی دوستان میگن که آقا ما تیکه طلایی رو داریم، خب یعنی نیر شارژ کردیم، تیکه طلایی رو داریم، نیر هم داریم برای کلام، اما رو کلام کلیک میکنیم مثلا میچرخه و هیچ واکنش انجام نمیده، که در این بابت هم پیشنهاد میکنیم که از یک فیلتر شکن قوی استفاده کنید یا برگردید تو صفحه اصلی رو این قسمت ببینید، رو این قسمت کلیک کنید، اینجا یه چنج ایر آپسی داره. خب یعنی فکر می‌کنم سرور دوستان، خب این سرورها رو انتخاب کنید. مثلا من رو سرور اول فعلا اوکی، اگه اوکی نشد میتونید سرورتون رو این قرار بدین و دوباره برگردین رو کلام کلیک کنید ببین کلامیتون انجام میشه نه. به هر حال میتونید این سرورها رو انتخاب کنید و هر کدوم رو تست کنید ببینید که کلام با موفقیت انجام میشه یا خیر. اینم از این نکته مهم بود که حتما باید خدمتتون اعلام می‌کردم. و در رابطه با مزایای تیکه طلایی هم بهتون بگم دوستان، اینجا یه سری مزایای خودش هم نوشته و گفته که اولویت برنامه‌هایی که ما اجرا می‌کنیم، مثلا همین پیش فروش یا همون صندوقچه‌ای که اجرا کردن واسه کسایی که تیکه طلایی دارن، پس سعی کنید تیکه طلایی رو دریافت کنید و از این مزایا هم بهره مند بشید تا اولویت هم شما باشین، بتونید از این طریق هم درآمد کسب کنید. بخش فرنت که دوستایی که من دعوت دادم دارم مشاهده میکنم، متاسفانه فقط از این 87 نفری که من دعوت دادم فکر میکنم کلا 7 نفر فقط تیکه طلایی دارن ولی بقیه متاسفانه ندارن و اهمیتی به این پروژه ندادن. من از همین الان بهتون پیشنهاد میکنم که حتما بیاین تیکه طلاییتون رو دریافت کنین و بهتون گفتم اگه نمیتونید حسابتون رو شارژ کنین از نیر، بیاین و به بنده پیام بدین تا من یک واحد نیر بهتون بدم و شما در قبالش میتونید ارزایی که دارین، حالا هر ارزی بیاین پرداخت کنین در قبالش. مهم اینه که شما بیاین تیکه طلایی دریافت کنین و شامل حال این ایدراپ بشین و سود خیلی خفن رو هم داشته باشین و این هات رو از دست ندین و روزانه بیاین ماینش کنین.
و اینم ناگفته نمونه دوستان، یک سری حالا پلتفرم های دیگه خب میان با پلتفرم کیف پول نیر ولت حالا همکاری میکنن و به کاربران فعال نیر ولت میان ایردراپ میدن. مثلا تو این پستی که ما توی کانال تلگرام قرار داریم ایردراپ بینداک بود. ببینیم بینداک برای کاربران ربات تلگرامی نیر ولت ایردراپ میخواد بده توکنشو و اکانت رسمی خود نیر هم اعلام کرده بود که کاربران فعال که همون تیکت طلایی دارن شامل دریافت این ارز جدید که رو شبکه سولانا هست به صورت کاملا رایگان خواهند شد. ببینید یه همچین آپشن و آپدیت هایی هم میدن واسه کاربرانی که فعال است. واسه همین ما داریم میگیم که بیاین هات کوین جدی بگیرید، تیکت طلایی دریافت کنید و حتما کلام های روزانه انجام بدین و هات کوین رو ماین کنید برای خودتون رو دریافتش کنید. و هر چند وقت یک بار برنامه خیلی خفنی رو دارن که میتونیم ما توش شرکت کنیم و سود خیلی خفنی رو هم ازشون داشته باشیم. خب رفقا، ممنونیم که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید و ویدیو رو مشاهده کردید. اگر هم آپدیت جدید در رابطه با کیف پول نیر ولت اومد، ما حتما توی کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهیم کرد و یا تو بخش اپس هم یه سری کمپین های جدید اجرا شد، حتما توی کانال تلگرام اطلاع رسانی خواهیم کرد. کانال تلگرام رو حالت صدا قرار بدید و پین کنید تا از آخرین اخبار هات کوین مطلع بشید. خیلی دوستتون داریم. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.